چطور ایران تونست گنبد آهنین اسرائیل رو فقط با چند ده موشک بی اثر کنه؟ کلید این عملیات یه مفهوم ساده ولی عمیقه. فلج راهبردی، یعنی زدن چشم، مغز، ستون فقرات و قلب سیستم. ایران اول رفت سراغ رادارهای شناسایی اسرائیل در جولان و مناطق مختلف. بعد از نابودی تعدادی از رادارها، فرماندهی عملیات‌های هوایی در تل‌آویو رو مورد هدف قرار داد. ایران با اصابت ضربات دقیق موشک به پایگاه هوایی نواتیم باعث کند شدن روند پدافندی اسرائیل با استفاده از جنگنده‌های F-35 شد. اما ضربه اصلی وقتی بود که سایبر اسپارک در بعرالسبع مختل شد، قرارگاهی که حملات سایبری ارتش اسرائیل از اونجا هدایت میشه. حالا عملاً مسیر موشک‌ها و پهپادهای ایرانی به قلب اسرائیل باز شده بود. تصور کنید سامانه گنبد آهنین میخواد موشک رهگیری کنه، ولی رادار کرو شده، مغز فرماندهی قطع شده و داده‌های شلیک یا دیر میرسه یا اصلاً نمیرسه. در این شرایط سامانه دچار بیش واکنش میشه، موشک‌های دفاعی رو بی هدف شلیک میکنه، انبار خالی میشه و هنوز حتی موج دوم نیومده. اسرائیل بدون سپر میمونه. این یعنی نه با 1000 موشک، بلکه با چند حمله حساب شده گنبد آهنین تبدیل شد به آهن پاره‌ای بیکار کرد.